سوره طارق. آنچه در شب آید در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والسماء والطارق. الله سوگند یاد می کند به آسمان و ستاره که شبانگاه پیدا می شود. و ما ادراک ما الطارق النجم الثاقب. و تو چی دانی که ستاره که در شب پیدا می شود چی هست؟ ستاره درخشانه هست که تاریکی شب را می شکافد. این کل نفس لما علیها حافظ. کسی وجود ندارد مگر که بر او فرشته وکیل کرده شده است برای نوشتن عملهای او. فلینظر الانسان مما خلق. پس آدمی که روزی از نو زنده گردانیدن بعد از میرانیدن را انکار می کند بنگرد که از چی چیز آفریده شده است. خلق من ماء دافق. از آب منی جهنده ناچیز آفریده شده است. یخرج من بین الصلب والترائب. که از میان استخوان پشت مرد و استخوان سینه زن بیرون می آید. انه علی رجعه لقادر. بیگمان الله به باز آفرینیش او تواناست. یوم تبلی السرائر. روزی که رازهای نهان آشکار می شوند و عمل صالح از عمل فاسد جدا می گردد. فما له من قوة ولا ناصر. آنگاه او را توانایی و یاوری نباشد. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. سوگند به آسمان باز بارنده، سوگند به زمینی که در آن شکافی ها هست، از آنها گیاه ها می رویند. اینه لقول فصل. بیگمان قرآن سخن روشن و جدا کننده حق از باطل است. و ما هو بالهزل. و آن هزل نیست. اینهم یکیدون کیدا و اکید کیدا. بیگمان آنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم را باور نمی کنند حیله می اندیشند تا قرآن و رسول را دروغ برآورند و باطل خود را تایید نمایند. و من نیز چاره می اندیشم تا حق را نصرت دهم اگرچه کافران را ناپسند آید. فمهل الكافرین امهلهم رویدا. پس کافران را مهلت ده، اندک مهلتشان ده و در فرود آمدن عذاب به آنها شتاب مکن. شما ترجمه معنای سوره طارق را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 17 آیت عبارت است. از قرآن کریم و ترجمه معنا در روش میسر گرفته شده است.